آنتوان جان عزیزم. بله. آنتوان جان بیا ببینم این کیه بهت پیام بده. گوشی منه؟ آره دیگه. میشه ببینمش؟ بله بیا ببینم این کیه اینقدر ترسیدی. نه من نترسیدم. چرا ترسیدی ها؟ یه نفر اینجا به شما پیام داده درسته؟ شما هم چند دقیقه بعدش جواب دادی درسته؟ بعدش هم پیامتو پاک کردی. چرا؟ یادم نمیاد. یادت نمیاد؟ اگه ریگی به کفشت نبود که پیام پاک نمی‌کردی قربونت برم. آنتوان چرا جوابمو نمیدی ها؟ باشه اصلا من زنگ میزنم ببینم این چیه بهت پیام دیر وقته مردم خوابن. آها دیر وقته مردم خوابن. بله مردم خوابن. به نکته خیلی ظریفی اشاره کردی عزیزم. اتفاقا ساعت 12 شب واسه یه مرد متأهل دیره، باید بره بخوابه. بله بعدش هم که اینجا شما تا ساعت 3 نصف شب داشتی به طرف پیام میدادی، 10 دقیقه بعدم اون کسی که معلوم نیست کیه مرده حالا هر کی که هست بالاخره مشخص که میشه کیه. واسه من که فرقی نمیکنه قربونت برم. اینجا هم واسهتون یه ایموجی تشکر فرستادم. خب ایموجی دیگه یه شکله. جان خب چی یعنی میخوای بگی ایموجی یه شکل نیست؟ شکل دیگه. ایموجی قربونت برم. ایموجی یعنی موجی هست احساسات. تازه اینجا براتون نوشتم وایسا عزیزم الان برمیگردم. خب عزیزم و همه به هم میگن عزیزم. آنتوان بله من تو رو خیلی دوست دارم. خب منم تو رو خیلی دارم. تو من چی داری ها؟ تو من چی داری؟ تو داری منو متهم میکنی؟ یعنی میخوای بگی من خیانت کردم؟ نه قربونت برم من تو رو متهم نمی‌کنم. ببین تو متهم نیستی. خب تو عشق قشنگ من. فقط یک کلام به من بگو این کیه بهت پیام داده، منم دیگه کلا پرس‌وجو نمی‌کنم. یادم اومد اون خانم دکتر است که یه بار پیشش برات نوبت گرفتم. آره این همونه. آها این همون خانم دکتر است که یه بار پیشش واسه من نوبت گرفتی درسته؟ آره. بعد چرا اسمشو سیو کردی پوریای ولی؟ خیلی زن قدرتمندیه نه؟ عزیزم قدرتمند دوست داری نه؟ زشته عزیزم. میدونی چی میگم؟ چون خیلی دختر چغر زمختی بود سیو کردم پوریای ولی یادم بمونه. آنتوان نذار خنده از رو لبای جفتمون کم بشه. یه جوری بگو انگار عاشقه. جدی؟ یعنی مثل این فیلمه؟ خب باش. حالا تو یه جوری بگو انگار که خیلی دوستم
این اصلا شبیه خیلی دوست دارم نبودا. بگو دیگه. خب حالا یه جوری بگو انگار که همیشه حواست به من هست. خب حالا یه جوری بگو انگار که بچه‌مون خیلی دوست داشتیم. بچه نداشتیم. حالا یه جوری بگو انگار همین الان یه دروغ خیلی بزرگ گفتی. حالا یه جوری بگو من به دروغ نگفتم. چرا گفتی؟ ما یه بچه توپل مپل خیلی خوشمزه داشتیم که الان چند ماهه الان حالا همش یه حادثه بود. چی داری میگی؟ یه حادثه بود دیگه. چی داری میگی؟ حالا یه جوری بگو انگار اون لحظه داشتی بهم خیانت میکردی. حالا یه جوری بگو انگار چی داری بهم خیانت میکردی؟ چی داری میگی؟ اصلا برای میخواستی به همین حرفا برسی نه؟ بچه کجا بود؟ خیانت دیگه چه گفتیه؟ یعنی میخوای بگی یادت نمیاد؟ ببین عزیزم، من میدونم تو خیلی بچه دوست داری، اما الان وقتش نیستم. باز 2 دقیقه پلوت نشستم، خودتو لوس کردم. به زنهای قبلیتم خیانت میکردی نه؟ تو فقط زن من بودی. اصلا چرا با هم ازدواج کردیم ها؟ شد دیگه. بعدم یهو بچه دار شدیم نه؟ خب شدیم. یعنی میخوای الان بگی که یادت اومد که بچه داشتیم آره؟ نه. اومدم خونه 5 مارس بود. آره یادم اومد. همین میخواستی نه؟ یادم اومد. بچه‌مون خودشو کثیف کرده بود. بعد بچه رو بردن تو وان همون خودشو بشوره. بردن بشورمش. دکتر بهم زنگ زد گفت حالت خوب نیست. گفت باید راجع به تو با هم حرف بزنه. گفت میشه بیام ببینم. گفتم من تو خونه مراقب بچه‌م. بچه رو بردم تو وان داشتم بچه رو میشستم. بعد دکتر سنگی در خونه رو زد، در رو باز کردم اومد اونجا جلو رو میز پذیرایی نشست. نوشیدنی رو میز گذاشته بود. گفت میشه با هم بخوریم. من خودم قبلش مست بودم. بچه تو وان بود. من فقط مست بودم عزیزم. میفهمی چی میگم؟ بابا میفهمی مگه نه؟ من فقط مست بودم. بگو که میفهمی چی میگم. این فقط یه حادثه بود. من مجبور بودم. حالا یه جوری بگو انگار مقصر اون حادثه تو بودی. حالا یه جوری بگو انگار اون حادثه رو جز به جز یادت. حالا یه جوری بگو انگار دوست داشتی اون حادثه اتفاق بیفته. میدونی زنم حس بویایی خیلی قوی داره. یادم گاهی اوقات که می اومدم خونه کل خونه بوی یه نفر دیگر رو بود. مخصوصا تخت خوابمون، لباسامون، همه چی. من میدونستم اطرافم چه اتفاقی داره میفته اما چشامو رو همه چی بسته بود. کاش اینقدر خوب نبودی. مثلا یکی از همون وقتایی که برمیگشتم خونه و تنم بوی یه نفر دیگر رو میداد، تو هم از عصبانیت برمیگشتی و ظرفا رو میشکندی. یا حداقل تو هم تنت بوی یه نفر دیگر رو میداد. جلوی بچه این حرفا رو نزن میشنم. کدوم بچه؟ کدوم بچه؟ یعنی نمیبینی که یه بچه داره بین ما جون میده؟ نمیخوام به یادش بیارم. نمیخوام راجبش حرف بزنم. نگاش کن چشماش.
نمیخوام یادش بیارم. به یادش بیاری؟ اون بچه الان همینجاست. تنها امید زندگی من، تنها چیزی که بازم باعث میشه به تو نزدیک بشم. باشه دیگه، خسته شدم. من اینجا که شما رو کنار هم ببینم. همیشه دلم میخواست یه عکس خانوادگی داشته باشیم. اما تا اومدیم عکس بگیریم یه نفر تو عکس کم بود. ماما چرا بابا هیچ وقت نیستش؟ عزیزم قول بده وقتی بزرگ شدی هیچ وقت عاشق من عاشق بابا. تو چرا اینقدر خوبی؟ تو چرا اینقدر بی‌تفاوتی ها؟ چرا نباشم؟ من دیگه حالم داره از این همه خوب بودن به هم میخوره. همیشه اینقدر بوده که دیگه بود و نبوده برام هیچ فرقی نداره. من جنبه این همه خوب بودن رو ندارم. انتظار داشتی چی کار کنم؟ انتظار داشتم بذاری بفهمم تا وجود داشتی. انتظار داشتم که از اون وقتایی که برمیگردم خونه و تنم بوی یه نفر دیگه رو میدونم بهت بر بخوره. انتظار داشتم بذاری بفهمم تا به زن نفت داره. بابا همیشه داد میزنه. انقدر داد میزنه که ماما اشکش در میاد. ماما گریه نکن ماما. نمیتونستم. من اونقدر عاشقت بودم که حاضر شدم چشامو رو همه چی ببندم. دلم تنگ شده. واسه گریه کردم واسه تو. اما تو همیشه اینقدر بودی عزیزم. اینقدر بودی که دلم میخواد به صورتت بالا بیارم. بابا میشه من امشب وسطتون بخواب؟ من اینجا بخوابم؟ یعنی من وسطتون نخوابم، من اینجا بخوابم، شماها کنار هم بخوابیم بدون اینکه دعواتون بشه تا من بالاخره یه خواب آروم برم. یه بار فقط بهش بگو دوستش داری. شاید آروم بشه. همیشه تو به زبون آوردن دوست دارم مشکل داری. بابا یادت میاد همیشه اینجوری با هم بازی میکردیم، بعد ماما میگفت کثیفه و تو میگفتی بچه خودم، من بچه تو. آره میدونی عزیزم خوبی زنای دیگه این بود که هیچ وقت نمیخواست بهشون بگی دوستتون دارم. قبل اینکه بخوای باهاشون حرفی بزنی خودشون میگفتن عزیزم من عاشقتم. کاش همه چی خام باشه. اینجوری به تو انگار منو با تمام وجود برام خودت می‌خوام. جو شب چی کاری؟ شب با هم باشیم، بعدش هم با هم باشیم، بعد بریم خونتون اون فیلم تئاتر رو ببینیم که میگه یه جوری بگو که انگار عاشقم. میشه شرکی پیشت هم یه جوری بگی انگار منو با تمام وجود برای خودت میخوام؟
پس من شب میبینم عزیز. عزیزم من شب نیستم، باید برم جایی، کار دارم. مگه قرار نبودم شب شام بریم بیرون؟ قرار بود ولی کاری پیش اومد باید برم. آنتوان، این خیلی خوبه که تو اینقدر آدم مهمی هستی. من واقعا بهت افتخار میکنم. آره دیگه، اگه من نباشم کارشون نمیشه. من میرم، تو هم از خونه بیرون نرو. آنیا، دو، ماریا، سه، نینا، چهار، سوفیا، پنج، آناستازیا، شیش، باشا، هفت، ماریا، هشت، بسه! نمیخوام به یادتون بیارم، نمیخوام اسمتون رو بشنوم. صدای خنده های بابا و اون خانمه گم شد. من عاشق صدای خنده های بابا دارم با تمام وجود تلاش میکنم که زنده بمونم. دستامو سمت آسمون بلند میکنم. ماما عزیزم، ماما عزیزم، 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 دستامو سمت آسمون بلند کردم. دستات ماما، دستات نیستن که منو بغل کنن. دستات نیستن که منو نجات بدن. دستات نیستن که منو محکم بغل کنن. الان 10 سال نیست من خفه نشدم. من رفتم اون بالا ها پیش ستاره ها. ماما من اونجا خیلی تنها. میشه بیای منو محکم بغل کنی؟ دلم میخواد محکم بغلت کنم. ماما از وقتی رفتیم منم تنها تر شدم. ماما دیگه داشته نیارینا. من واسه هفت پشتتون بس بودم. نمیتونیم عزیزم، بابا دیگه نیستش. نمیتونین یا بابا
میشه نمرده باشی؟ میشه از خواب بیدار شم ببینم نمرده؟ ماما از خواب بیدار نشی ماما. اگه از خواب بیدار شی من از اینجا میرم ماما. اگه از خواب بیدار شی من تنها میشم ماما. خواهد میکنم ماما بیدار شو ماما. خواب نرو ماما. من نمیخوام اینجا تنها میشم ماما. سیگار با فیلتر قرمز. خب شاید مثلا مربای آلبالو خوردی یا مثلا آب انار خوردی. میدونی همیشه دلم میخواست از این مردایی باشی که سیگار نمیکشن یا مثلا مربای آلبالو دوست ندارن، اما تو عاشق مربای آلبالو و آب انار بودی. خاموش میکشم، خاطر تو خاموش میکشم عزیزم. روانکاوم بهم گفته باید یه تصمیم عاقلانه بگیرم. روانکاوم بهم گفته باید یه تصمیم عاقلانه بگیرم. دارم همه چی رو واضح میبینم، همه چی. امروز به خودم رسیدم، خونه رو جارو کشیدم، ظرفا رو شستم، برات آب انار تازه گرفتم، منتظرم برگردی با هم شطرنج بازی کنیم. امشب میخوام عشقمو بهت ثابت کنم، جوری که تا حالا هیچ سن دیگه ای نکردم. بالاخره میخوام بعد 10 سال به زبونش میخوام از این خونه برم. یه فرصت به من دوست دارم. من ازت متنفرم. میخوام از این خونه لعنتی برم. میخوام از این قفس لعنتی آزاد بشم. بابا حق ماما نه. منم اگه مردم ماما یکی مثل خودم بود قدرت اینو داشتم پنجه‌هامو انقدر دور دلش فشار بدم تا نفسش